به نام خدا، یونس شریعت مداری هستم. با قسمت دیگری از مجموعه آموزشی نرم افزار اینکسکیپ در خدمت شماییم. در این قسمت میخوایم ابزار بسیار مهم و کاربردی به اسم بزیر رو که در نوار ابزار سمت چپ قرار داره برای شما توضیح بدیم. من ابتدا بزیر رو کلیک میکنم. در قسمت بالا یک سری آپشن ها برای من فعال میشه. دقت کنید که برای ترسیم دیوارها و خطوط وکتوری که در نقشه شما هست باید این گزینه اول یا رگولار رو انتخاب بکنید و شیپتون هم رو حالت نون باشه. در این حالت من شروع به ترسیم یک سری خطوط میکنم. ابتدا یک کلیک میکنم، کلیک دوم رو میزنم نگه میدارم، کلیک کردم نگه داشتم. میبینید که خطوط ترسیم میشه و یا میتونم خطوط رو منقطع دونه به دونه کلیک بکنم و بیام در دهانه غار برفرض. اینجا وقتی که برابر این نقطه اصلی ما قرار گرفتیم هم میتونم اینجا محیطم رو این فضا رو ببندم، هم میتونم بیام اینجا برفرض من چند تا کلیک کردم و بیام اینجا برابر این نقطه اولی من اینجا کلیک نهایی یعنی راست کلیک یا اینتر رو بزنم. میبینید که من الان دو تا شکل دارم که یکی کاملا بسته است و یکی کاملا باز هست، یعنی یک ورودی در اینجا وجود داره. دقت کنید که اگر من میخوام داخل این شکل ها رو پر از رنگ بکنم یا فیل کنم با رنگ های متفاوت، باید یا بسته باشن یا اگر این شکل دوم خطوط من بسته نیستن باید خطوط ابتدایی و انتهایی برابر با هم باشن. چرا؟ به دلیل اینکه اگر من خطوطم برابر هم نباشن، یعنی در روبروی هم قرار نگیرن به این شکل و در دو تا نقطه متفاوت باشن، نرم افزار میاد خطوط اول یعنی نقطه اول و نقطه آخر رو یک خط میکشه و هر چیزی که هر شکلی که حول این محور هستن رو پر از رنگ میکنه. پس بنابراین ما باید یا خطوط هم مثل این بالا بسته باشن مثل این شکل، یا خطوط هم نقطه ابتدایی و انتهاییش که اینجا این دو تا نقطه‌ای که هستن مثل اینجا در این دو تا نقطه یک و نقطه آخر این دو تا نقطه برابر هم قرار بگیرن. خب بعضی وقتا نیاز هستش که من دو تا نقطه رو در اینجا حذف بکنم و دو تا نقطه رو به اصطلاح جوین یا متصل به هم بکنم. اگر من بیام اینجا در این قسمت مشاهده میکنم که دو تا نود در اینجا وجود داره. من میتونم این دو تا نود رو سلکت بکنم، میام اینجا دو تا نود رو از هم جدا میکنم. میبینید که اون قسمت فیل من کاملا از بین رفت و نقشه من یعنی اون محیط نقشه بار من رنگش به هم میاد. خب من فیل رو فعلا برمیدارم و توی نقشه هم مشاهده میکنید که این دو تا نقاطی که در اینجا وجود داشتن از هم جدا شدن. اگر من بخوام این دو تا رو مجدد به هم وصل کنم، این دو تا نقطه رو میام نودهای این دو تا نقطه رو انتخاب میکنم، میام قسمت بالا همونطور که از شکلش پیداست دو تا نقطه منقطع رو به هم وصل میکنم. بقیه قسمت ها هم به همین صورت. اگر من خواستم یک جای نودی رو اضافه بکنم میتونم مثبت رو بزنم و نود رو در بین این دوتا اضافه بکنم یا نودی رو از این نودهایی که سلکت کردم رو حذف بکنم. خب بقیه موارد هم به همین صورت است که همونطور که شکلش ترسیم شده نودهایی رو که من انتخاب میکنم میتونم مثلا یک نودی رو انتخاب کنم بهش انحنا بدم یا انحنای بیشتری بدم صاف بشه، دوباره باز اینجا نقاط انحنایی درش به وجود بیاد و الی آخر. پس اینجا ما ابزار بزیر رو برای شما توضیح دادیم. نکته دیگه که در ابزار بزیر وجود داره که خیلی کاربردی برای تقسیم بعضی از اشکال خاص این قسمت اسپیرو هست. اسپیرو رو اگر من بزنم و چند تا نقطه مثلا یک شکل حلزونی رو اینجا ترسیم کنم، اینتر رو که بزنم میبینید که چون من ابزار اسپیرو رو انتخاب کردم میاد بر اساس اون خطوطی که من اصلا خطوط وکتور من اینجا قرمز میشه. میبینید من خطوط این قرمز رو ترسیم کردم اما نرم افزار اومد اون رو اصلاح کرد و به صورت یک حلزون درش آورد. پس اگر من خواستم یه همچین شکلی و مورد خاصی رو انجام بدم با استفاده از اسپیرو انجام میدم. شیپ ها هم همونطور که از اسمش پیداست، اگر من بر فرض یکی از شیپ ها مثلا الیپس رو
انتخاب بکنم و دوباره بیام یک خطی رو در اینجا ترسیم بکنم مثل حلزونی که قبلا کشیدم. دوباره من اینجا بیام یک شکلی رو ترسیم بکنم. مشاهده میکنید که این خطوط من در قسمت ابتدایی و انتهایی بسیار نازک هستن و در قسمت‌های وسط ضخامت بیشتری دارن. میتونم از منوی پد افکت میتونم افکت های متفاوتی رو به این اشکال بدم. میتونم مثلا اینجا قطبشون رو بیشتر بکنم و یا اینکه اینجا این اشکال رو منقطع بکشم، یعنی این از چندین و چند شکل متفاوت تشکیل شده و همینطور میتونم آپشن های زیادی که اینجا دارم رو ازش استفاده بکنم. ممنون از توجه شما، موفق و پیروز باشید.